گفته بودی که براتون کپسولیش هم بذارم، تبدیل کردم به گاز مایع. این بخاری بدون دودکشه. بیا اینجا ببین. آچار 7 و 10 و 12 و 14 4 سو با 4 سو پیچای قابو باز میکنی در میاد. حالا این بدون دودکشه، باز دارم میگم بدون دودکشه. با دودکش با هم دیگه فرقی نداره، سوزنا یکیه، فقط اندازه‌شون فرق میکنه. آچار 7 میندازی اینجا، سوزنو باز میکنی، نگاه کن این سوزنو تهیه میکنی، قیمتی هم نداره، شاید 2-3 هزار تومان باشه. تهیه میکنید، مایه‌شو میدید سرجاش. یه دونه اینه آچار 10 میندازی با 12 اینو نگه میداری، 10 رو باز میکنی. بعد یه باز شدی مهره رو میاری بیرون، سوزن رو در میاری، یه دونه سوزن مایع برای شمعک تهیه میکنید، از دوباره میندازی سر جاش. خیلی راحت، خیلی روون. دیگه از این راحت تر و روون تر نداریم ما دیگه به شما آموزش بذاریم. این مهرهش هم میاری، لوله سر جاش مهره رو میبندی و این سوزنت هم صفر میکنی و سلام علیکم و رحمت الله.